بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در نهمین درس از کتاب الاربعین امام آجری رحمه الله تعالی هستیم. دوستان عزیز، حدیثی را که امروز میخوانیم در این باب در بیان فضیلت رمضان، فضیلت ماه رمضان و گرفتن ماه رمضان می باشه. حدیث اولی که می خوانیم از 40 حدیث 29مین حدیث میشه. ابی هریره رضی الله عنه روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمودن: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی ماه رمضان روزه بگیره از جهت ایمان و تصدیق الله سبحانه و تعالی، یعنی ایمان داشته باشه به الله تعالی، و احتسابا که او را اجر بداره، به خاطر الله روزه خود بگیره، نه به خاطر ریا نباشه و به خاطر مردم نگیره، به خاطر کدام چیز دیگری نباشه، بلکه به خاطر اجر بگیره که از الله اجر بخواه. غفر له ما تقدم من ذنبه، گناههای قبلیش بخشیده میشه. گناهایی که قبلا داشت از گناهان صغیره‌ای که داشت او بخشیده میشه. و در این مورد حدیثی هم از رسول صلی الله علیه وسلم است که میفرمایند که نمازهای پنجگانه از این نماز به او نماز، و نمازهای جمعه از این جمعه به او جمعه، و روزه رمضان کس از این روزه تا او رمضان کس کفاره گناهان می باشه. و این گناهان کس گناهان صغیره است، اما گناهان کبیره کس فقط با توبه و با عدم رجوع بر او گناه، که انسان توبه بکنه، توبه خالصانه به الله بکنه و دیگه به او گناه بر نگرده، بخشیده میشه. و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. و اگر کسی شب قدر از جهت ایمان به الله سبحانه و تعالی و از جهت از اینکه اجر بخواه از الله تعالی شب قیام بکنه، در عبادت بگذرانه، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناههای قبلیش بخشیده میشه. در مورد شب قدر کدام تحدید خاص نیامده، بلکه احادیثی که آمده کلا احادیث همی است که در شبهای طاق می باشه که از شب 21 شروع میشه تا شب 27 یا 29 که است. در شبهای طاق می باشه. اگر کسی میخواد که این شبهای قدر دریافت بکنه، در شبهای قدر دریافت بکنه، در شبهای طاق دریافت بکنه، و اجر و پاداش از اون زیاد است. در احادیث دیگر زیاد آمده اگر کسی شب قدر دریافت بکنه اجرش زیاد است ان شاء الله. حدیث دیگری که میخوانیم حدیثی است که در بیان فرضیت روزه و چگونگی روزه می باشه. حدیثی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه در مورد قول الله سبحانه و تعالی که الله تعالی در سوره بقره گفته است: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما روزه ماه رمضان فرض شده است چنانچه بر امتهای قبلی فرض شده بود. لعلکم تتقون، تا باشد شما تقوا بکنید، تقوا الهی را بگیرید. روزه که از خودش تقوا است. واقعا انسان کسی که روزه میگیره به الله نزدیک میشه و به انسان حالت خشوعی خاصی دست میده. انسان عاجز میشه به الله سبحانه و تعالی و تقوای زیاد به انسان پیدا میشه. ایام معدودات، که روزه که از روزهای معدود می باشه. ابن عباس رضی الله عنهما میگه: کان الصوم الاول 3 ایام فی کل شهر ثم نسخ ذلك بالذي انزل الله عز وجل من صيام شهر رمضان. میگه روزه اول که بود در هر ماه 3 روز بود. ابتدا روزه در هر ماه 3 روز بود. سپس با این آیه که از الله سبحانه و تعالی روزه را چه کرد، فقط روزه ماه رمضان که از روز فرض قرار داد، و روزه هایی که در هر ماه 3 روز گرفته می شد او منسوخ شد. فهذا كان الصوم الأول من العتمة، فمن صلى العتمة حرم عليه الطعام والجماع إلى القابلة. روزهای اول طوری بود مسلمان ها وقتی که روزه می گرفتن بعد از عشا شروع می شد. کسی که نماز عشا را می خوان نان می خورد و نماز عشا را که می خوان روزه شروع می شد تا فردا مغربه.
تا فردا مغرب روزه میگرفت. تا فردا مغرب که از نان خوردن برش حرام بود، با همسرش نزدیکی کردن نمیتونست، همه چیز برو حرام بود. وجعل الله عز وجل في هذا الصوم الأول فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر وكان ذلك رخصة لهم. و در روزهای اول که بود، در ابتدا که روزه فرض شده بود، طوری بود که کسانی که اگر روزه نمیتونستن بگیرن از مسافر یا مریض، یا کسانی که نمیگرفتن مقیم بودن، اونا که از به مسکین طعام میدادن و مسکین میدادن، فدیش نمود که به مسکین بتن روزه از اونا ساقط میشد. لیکن الله سبحانه وتعالى وأنزل الله عز وجل في الصوم الآخر إحلال الطعام وإحلال النكاح بالليل إلى الصبح الذي كان حرم الله عز وجل من الصوم الأول. الله سبحانه وتعالى بفضل و رحمت خودش و روزه آخره که از روزهای اول ساقط شد، روزه های اخیر طوری شد که نان خوردن از طرف شب حلال شد و نکاح و نزدیکی با همسرم حلال شد تا صبح، تا وقت فجر. تا وقت فجر که انسان میتونه با همسر خودم نزدیک شه و نانم بخوره و چیزی بنوشه، هیچ مشکل نیست. انزل في الصوم الأخير فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله عز وجل في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنسخت الفدية وبينها في الصوم الآخر بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو الإفطار في السفر والمرض، وجعله عدة من أيام أخر. و روزه هایی که در آخر آمد طوری بود که الله سبحانه و تعالی فدیه طعام مسکین برداشت، بلکه بیان کرد که فعدت من ایام اخر، کسی اگر مریض میشه، کسی اگر مریض است و یا اینکه مسافر است، این میتونه بعد از اینکه ماه رمضان تیر شد روزهای قضایی خود بگیره و مثال در روزهای گرمی باشه میتونه در روزهای سردی پس بگیره روزه خود. الله سبحانه و تعالی میگه یرید الله بكم اليسر، الله سبحانه و تعالی به شما آسانی را میخواهد، ولا يريد بكم العسر، بر شما سختی نمیخواهد. ابن عباس رضی الله عنهما میگه و هو الافطار في السفر وجعله عدة من ایام اخر. و ای الله سبحانه و تعالی که گفتگی است که به شما آسانی میخواه و سختی نمیخواه، میگه ای یعنی مفطر شدن در روزه است، در سفر است. یعنی انسان میتونه در سفر کس در حالت یعنی روزه نداشته باشه و روزه خود بعد از اینکه ماه رمضان به اتمام رسید هر وقتی که خواست انشاءالله روزه خود بگیره. کدام وقتی که برش راحت بود میتونست هم وقت بگیره. و در مورد قول الله سبحانه و تعالی گفتگی است علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم. الله سبحانه و تعالی دانست که شما بر نفسایتان خیانت میکنید، یعنی بر نفسای خودتان ظلم میکنید. از حد و مرزی که الله سبحانه و تعالی به شما تعیین کرده بود نتونستین طاقت کنین، تحمل کنین، از حد گذشتین. فتاب علیکم، الله توبه شما را پذیرفت و عفا عنکم، از شما گذشت کرد. ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیرش میگه كان الناس اول ما اسلموا اذا صام احدهم يصوم يومه حتى اذا امسي طعم من الطعام فيما بينه وبين العتمة حتى اذا صليت حرم عليه الطعام حتى يمسي من الليلة القابلة. ابن عباس رضی الله عنهما را بیان میکنه کسانی که اول اسلام آورده بودن روزیشان طوری بود که روزه میگرفتن از شب شروع میشد، از شب بعد از عشاء روزیشان شروع میشد تا فردا مغرب اینها روزه داشتن و نمیتونستن با همسر خود نزدیک شوند، نمیتونستن چیزی را بخورن و همینقدر وقت محدودی که بینشان گذاشته شده بود بین مغرب و عشاء بود، بین شام و خفتن همینقدر وقت داشتن که روزه را بخورن، همینقدر وقت داشتن با همسر خود نزدیک شوند. و این عمر بن الخطاب بینه و نائم إذ سول له نفسه فأتى أهله فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه كأشد ما رأيت من الملامة. و در این حالت عمر رضی الله عنه که یکی از شبها که خواب بود همسرش خود آرایش میکنه و او نزدیک میشه. وقتی که نزدیک میشه عمر رضی الله عنه نمیتونه خود تحمل کنه و با او نزدیکی میکنه با همسر خود. میگه زمانی که غسل میکنه فلما اغتسل اخذ یبکی، زمانی که عمر رضی الله عنه غسل میکنه و غسل کرد و گریان میکنه و یلوم نفس خود ملامت میکنه که اشد ما رأیته من الملامه. ابن عباس رضی الله عنه میگه
یعنی اینطور ملامتی در دیدم، اینطور در ملامتی که در دیدم که هیچ وقت او رقم نفس خود ملامت نکرده بود. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعتذر إلى الله عز وجل ثم إليك من نفسي هذه الخاطئة. يا رسول الله اول عذر خدا به الله سبحانه و تعالی پیش میکنم، سپس به تو میگم این خطایی را که کردگی هستم. فإنها زينت لي فواقعت أهلي فهل تجد لي من رخصة يا رسول الله. میگه همسرم خدا آرایش کرد، زینت کرد، آمد نزدیک من نتانستم یعنی با او نزدیک شدم، آیا رخصتی به من هست؟ میگه رسول صلی الله علیه و سلم گفتن چیزی الله سبحانه و تعالی رخصت تعیین نکرده بود. میگه فلما بلغ عمر بیته ارسل الیه فاتاه فعذره فی آیه من القرآن. زمانی که عمر ابن خطاب رضی الله عنه به خانه خود رفت، رسول صلی الله علیه و سلم کسی را فرستادن و گفتن او را بخوا. در اینجا بود که الله سبحانه و تعالی قرآن نازل کرد. وأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضعها في 100 الوسطى من سورة البقرة. والله سبحانه وتعالى آیه 187 سوره بقره را نازل کرد که ای را در سوره بقره قرار بدن. الله سبحانه وتعالى در اینجا کس بیان میکنه که احل لكم لیلة الصيام الرفث الى نسائكم. الله سبحانه وتعالى میگه حلال شدگی است شب روزه بر شما که با زنایتان نزدیک شوین، با زنایتان باشین. هن لباس لكم و انتم لباس لهن. زنای شما کس لباس شما می باشند و شما لباس زنایتان هستین. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم. الله سبحانه و تعالی دانست، الله سبحانه و تعالی می داند که شما بر نفسایتان ظلم میکنن، خیانت میکنن. فتاب علیکم، الله از شما توبه شما را پذیرفت و عفا عنکم و از شما گذشت کرد. یعنی بذلك الذي فعل عمر رضی الله عنه. ابن عباس رضی الله عنه میگه این آیت کس به فعلی که عمر رضی الله عنه کرده بود به مو آیت نازل شد و الله سبحانه و تعالی به سبب فعلی که عمر رضی الله عنه کرده بود این رخصت کس برای همه مسلمان ها قرار داد. الله تعالی این رخصت قرار داد. این فضل و رحمت الله سبحانه و تعالی است که مسلمان ها از طلوع فجر، از طلوع صبح صادق که است، از او وقت روزه خود میگیرن یعنی تا مغرب، و بعد از مغرب کس میتونن که هر چیز برایشان حلال است، از خوردن و نوشیدن و نزدیک شدن با همسر هر چیز برایشان حلال است. حدیث دیگه که میخوانیم در بیان رؤیت هلال است، دیدن ماه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که انما الشهر 29، ماه 29 روز میباشه، یا 30 روزی که در بعضی احادیث آمده. خب طبیعی است ماه یا 29 است یا 30 است. فلا تصوموا حتى تروه، شما روزه نگیرین تا که ماه را ببینین. ولا تفطروا حتى تروه، و افطار نکنین تا ماه را ببینین. فإن غم عليكم فاقدروا له، اگر بر شما پوشیده شد فاقدروا له. حالا اینجا توضیح میده که معنای فاقدروا له چی است. فاقدروا له یعنی یس میگه که اذا حال دون منظره سحاب او قطر لیلة 30 من شعبان اصبح صائما. اگر 29 روز از شعبان تیر شدگی است و شب 30 می باشه، میبینه که اگر ماه را دیده نتونست و ابر بود ماه دیده نمیشد، میگه اصبح صائما، روزه میگرفت. و اذا لم يحل دونه سحاب ولا قطر اصبح مفطرا. و اگر طوری بود که ماه دیده نمیشد و ابر هم نبود، پوشیدگی هم نبود، میگه پس او چی میکرد؟ روزه نمیگرفت، او روزه خدا آغاز نمیکرد، روزه نمیگرفت. نافع میگه فکان عبدالله اذا مضى من شعبان 29 بعث من ينظر. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه طوری بود، میگه وقتی که 29 روز از شعبان تیر میشد کسی را میفرستاد که بر ماه را ببینه. فان روی فذلك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر اصبح مفطرا. اگر ماه را میدید که خیلی خوب، روزه میگرفت. اگر ماه را نمیدید و در آسمان کس ابر نبود، پوشیدگی نبود، میگه اصبح مفطرا، ماه شعبان خود ادامه میداد و روزه نمیگرفت. و این حال دون منظره سحاب و قطر اصبح صائما. اگر طوری بود که در آسمان ابر میدید و پوشیدگی میدید، میگه شروع میکرد به گرفتن روزه خود میگرفت. ابو بکر احمد بن محمد السیدلانی روایت میکنه، میگه سمعت ابا بکر المروذی یقول سمعت احمد بن حنبل یقول
امام ابو بکر مروزی رحمه الله از امام اهل السنه احمد بن حنبل رضی الله تعالی عنه روایت میکنه، میگه ما از شنیدم که میگفت الهلال اذا حال دون منظره غیم فينبغي ان يعقد من الليل انه يصبح صائما لانه لا يدري من رمضان هو او من شعبان. اگر ماه دیده نتونست و پوشیدگی بود، پوشیدگی یک چیز ابر، یک چیزی بود که نمیتونست ماه را ببینه، میگه ماه روزی خود شروع کنه، روزی خود شروع کنه، روزی خود بگیره وقتی 29 روز گذشته باشه. لانه لا يدري من رمضان هو من شعبان، چون او نمیدونه که از رمضان است یا از شعبان است. وكذا روي انه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل فيعتقد مخافة ان يكون رمضان فذهب الى تقليد ابن عمر. و در اینجا حدیثی از رسول صلی الله علیه وسلم است که میگن که روزه نیست برای کسی که نیت نکنه، باید کسی که روزه میگیره از شب باید نیت داشته باشه. یعنی ماه رمضان به اون شکل است که در ماه رمضان کسی از اول شب که اگر نیت کرد انشاءالله تا آخر شب کفایت میکنه برش. از اما خاطر میگه ذهب الى فيعتقد مخافة ان يكون من رمضان ذهب الى تقلید ابن عمر. امام احمد رحمه الله میترسید که این روز از رمضان باشه. این روز وقتی گفتم 29 شعبان تکمیل شده، فردایش هوا ابری است، ماه را دیده نتونستن. میگه امام احمد رحمه الله میگه که باید روزه شروع شوه، گرفته شوه و تقلید میکرد از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما. قال ابو بكر المروذي فقلت لأبي عبد الله أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك؟ میگه گفتم آیا رسول صلی الله علیه وسلم از گرفتن روزه ماه رمضان شک نکردن؟ این سوال از امام احمد میپرسن و امام احمد رحمه الله میگه فقال هذا اذا كان صحوا، این در حالتی است که هوا صاف باشه، هوا صاف باشه و در هوا کسی هیچ پوشیدگی ابری چیزی نباشه. فاما اذا كان في السماء قطر او قال غیم يصام على فعل ابن عمر. فاما در هوا در ابر بود و پوشیدگی بود که دیده نمیشد، میگه روزه گرفته میشه به فعلی که ابن عمر کردگی است رضی الله عنهما. راوی روایت میکنه میگه سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل يقول في صوم يوم الشك فقال اذهب فيه الى حديث ابن عمر رضي الله عنه انه اذا كان ليلة 30 من شعبان نظر له الهلال وان حال دونه سحاب او قطر اصبح صائما وان لم يحل دونه سحاب ولا قطر اصبح مفطرا. امام احمد رحمه الله میگه در مورد روز شک است، میگه ما به مذهب ابن عمر رضی الله عنه هستم، اون چیزی که ابن عمر رضی الله عنه رأی داشت، نظر داشت. میگه من نظر همو است. میگه او طوری بود که مثال در شب سیوم که است، یعنی 29 روز از شعبان گذشتگی است، یعنی شب سیوم است. میگه وقتی که شب سیوم میشد، میگه میدید اگر ماه را دیده میتونست که روزی خود آغاز میکرد و اگر در آسمان ابر میدید بازم روزی خود آغاز میکرد و اگر در آسمان ابر نمیدید باز روزه افطار روزه نمیگرفت. قال الفضل وسمعته سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له ما معناه. ای در اول حدیث خواندیم که رسول صلی الله علیه وسلم میگن اگر بر شما ماه پوشیده شد فاقدروا له. این کلمه فاقدروا له را از امام احمد میپرسن که معنایش چی است. امام احمد رحمه الله میگه هذا رواه ابن عمر، میگه این هم چیزی است که ابن عمر رضی الله عنه روایت کرده. اذا حال دون منظره سحاب او قطر لیلة 30 من شعبان اصبح صائما. و اگر طوری بود که در شب سیوم که 29 گذشته که به آسمان ابر بود، یک چیز پوشیدگی بود، میگه اصبح صائما روزه میگرفت. و اذا لم يحل دونه سحاب ولا قطر اصبح مفطرا، اگر ابر نبود و ماه هم دیده نتونسته بود باز روزه نمیگرفت. و هو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم و هو كان يفعل هذا. عبدالله ابن عمر میگه از رسول صلی الله علیه و سلم این روایت کرده و ایشان که به همین شکل انجام میدادن. و همین قدر اکتفا میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين يا رب.